بود مادر من. بهترین شاهکاری هستند در ادبیات ما که برای مادر گفته شدن. و امروز من حتی شاعرای جوان ما هم که از مادر می نویسن خیلی خوب، مثلا شاعران ما، من وقتی که ادبیات کلاسیکی را ورق میزنم خیلی حیران میشم. در ادبیات کلاسیکی ما خیلی کم است مثلا مادر را وصف کردن. از استاد ارشاد بخش ما استاد رودکی تا امروز تا عصر یعنی تا شاهین که ادبیات کلاسیکی نامگذاری شده است، من شعر در وصف مادر کم دیدم. یک دو مصرع در عطار نیشاپوری. اما امروز خوشبختانه همه ما مادر را وصف میکنیم. مادر معجزه یزدانی، از رخت نور خدا میریزد، زایتی اشک تو آوای خوشه، از ره وقت و فضا میخیزد. مادر شعشعه عالم راز، مخزن نور فرق در دل توست، شش جهت آب خورد از گل تو، چار دیوار جهان از گل توست. یعنی همه خیلی مصرع های میگوییم که به همه بهانه زیبایی که مادر مانه باری دیگر یاد کنیم. یا که من البته سن سال من حتما که مادرامون در بر ما نیستن و ما مادرای روانشادمون همیشه خدا بیامرز میکنیم. و من میگویم که در دامن تو خواب شیرینم میبرد، شیرین شیرین خواب مهینم میبرد، هر لحظه که تو نوازشم میکردی دستش فرشته بر جبینم میبرد. یعنی دستی فرشته است دستی مادر. مادر معجزه خداوند است. از این رو مادر مرد می آفرد. اگر معجزه خداوند نمی بود مرد نمی آفرید. اینقدر مردهای بزرگ مرد ما امروز در جامعه ما داریم و داشتیم و هستند. اینقدر بزرگ مردها اینا زاده مادر هستند. معلمه گفتن که ما میگن که از زنها چرا پیامبر نیست. من یک جا گفتم که خوشبوی جهان زیروی مادر باشد، خوشبوی جهان زیبوی مادر باشد، هر کس چو ستاره پوری سینا زاید، در حلقه مادران پیامبر باشد. واقعا زنها در حلقه خودشون باید پیامبر داشته باشند. و ما که مرد می آفریم حتما که ما هم یک بوی از پیامبران گرفتیم. و برای همین میگویند که خداوند همه گناه موقوف میگذارد تا روزی محشر، اما گناهی که نسبت به مادر فرزند میکند او در همین دنیا حتما که همون جوابش میگیرد. برای همین من بسیار میخواهم آرزو دارم که فرزندان ما مادر ارج گذارند. رسالت مادر خیلی رسالت برابر و قریب به رسالت خداوندی است. مادر یک ارمغان بزرگ هستی است و بشارت خداوندی. چون بشارت خداوندی است یگان تایی ما حقوق نداریم مادر را با چشم بد نگاه کنیم. مادر همیشه ارج گذاریم چون به اصالت ایمان آوردن واجب است برای همه ما. از خرد تا بزرگ باید به رسالت به اصالت مادر ارج گذاریم و مادر را در تار سر نگه داریم. مادر را هیچ وقت به هیچ وجه نباید کسی باید رنجاند. و من پرحرفی کردم خیالم، اما یک شعر دارم که همون خونم ممکن بسیار حرف نزدم. هر یک کلمه شما برای ما الهام میبخشد. معلم چشم زن عالم منور میکند، زلف زن عالم معطر میکند، حرف زن چون شهد از گل میچکد، زندگی را شیر و شکر میکند، شام را پر از نوای روشنی، علی شیرین مادر میکند. قدر زن را گر نداند مردک، خویش را نامرد و کافر میکند. پیک پیروزی است در پیغام زن، مرد را زور و مظفر میکند. خاک بر سر میکند زن خویش را، مرد را تا تاج بر سر میکند. هر که گردد از سر زن یک سفر، 40 طواف حج اکبر میکند.
واقعا درست قید کردید. من معلم. ببینید خواستم که قدر و قیمت مادر به ویژه زنی که واقعا ارزش های روحانی و معنوی رو ارج میگذارد. مورد نظر من زنی هست که واقعا فرزندی نکو در دامن میپرورد برای وطن، برای جامعه، برای خودش که در پیریش عصای دستش باشد. واقعا برای همین من همیشه آرزو دارم که فرزندان ما به قدر مادر برسن، چون مادر و وطن به همدیگر همزاد هستند. بله. چون وقتی قدر مادر را دونست حتما که به قدر وطنش هم میرسد. اگر ما رو مادر تولید کند وطن در آغوشش میپرورد. بله سلامت باشید. واقعا یک چیز بسیار حرفه‌ای است. میدونید معلم چی، هر یک کلمه که شما اینجا حرف میزنید به ما الهام میبخشد. و من اینجا میخواستم اگر زلفی بانو زید نباشن یک کمی به خاطره های کودکی برویم. چطوری که شاعر قید میکنند میگن که من صدقه پیچه سفیدت آچه. ببینید چیز با لهجه گفته است که من صدقه پیچه سفیدت آچه، قربان صدای اندله بداچه، آلوچه لطدار بداچه من، یک قشلاقی خاکسار بداچه من. همه مادران خاکسارند. بله. همه مادرانی که امروز ما و شما را تربیت کردند خصلت خاکساری را در ما هویدا ساختند و امروز چخیلی که من شما را میبینم از چنین فرزند واقعی است که مادر ابرمرد بود به مانند بزرگان. بله. مادر نمونه و فرزند چگونه. امروز فرزند در خدمت خلق وطن و خلق قرار دارد. امروز مادر بینید که سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را تولید کردند و امروز سرور دولت تاجیکان در خدمت خلق و دولت و ملت هستند. بیاید کمی به خاطره های کودکی برویم معلم. خب چون مادران نقش اساسی دارند در شاهراه زندگی به فرزندان. میدونید مادر من یک انسانی خدمتی دولتی بودن. رئیس یعنی زنهای همون ناحیه بودن، در ناحیه که من زندگی میکردم در کوهستان. و مادرم حاضر خاطره ها در نظرم آمد که مادرم فقط کتاب میخوندن و چون در همین است که فرزندش شاعر شد. در خانه بچه ها کلان شدم بسیارتر زیادتر کتاب های روسی میخوندن و وقتی که بیمار میشدن میگفتن که دخترم کتاب خون برای من و یک کتاب برای من حالا حیران میشم. بعضا امریکانسکی تراژدیا تئودور درایزر هم خیلی نویسنده هست. همون کتاب خون روسی من نمیدونستم. من از این صحیفه یک نیم صحیفه میخوندم با صحیفه دیگر میرفتم با خاطری که تست تمام شود خسته میشم. مادرم میگفتن که تو من فریب میکنی دخترم، من میدونم که حالا این واقع اینجا تمام نشده است، تو اونجا میگذاری. یعنی همون سرمطالعه مادر که من از 37 در خانه ما میروه لیتراتور بود. میروه لیتراتور در اون وقت هیچ کس نداشت. پدری من رئیس بودن و میروه لیتراتور یعنی در خانه وزیرا بودیم. در خانه ما هم بودن همین و من روسی نمیدونستم لیکن میخوندم. نه شکسپیر مونده بود، نه گولسورسی، نه مارک توین، همه میخوندم. و مادرم میگفتم مادر شما بیاید تاجیکی خوانید. بعد مادرم هم دختری آتش چوب شده بود، 12 دروازه بخارا چوب شده بود و برای مادرم پیشنهاد کردم که مادر شما از این کتاب روسی تاجیکی خوانید که ما همراه هر دو ما فهمیم. و مادرم زود خیلی خانم تاجیک بودن که مکتبی روسی خونده بودن اون دورها، لیکن زود با گذاشتن به تاجیکی. ما فقط تاجیکی میخوندیم و یک روز خانه ما در لب دریا بود و زمستان آبی خانه ما یخ میکرد. ما دریا رفته آب می آوردیم. بعد من خنک میخوردم. مادرم میگفتم که یک پالتوی خوشرو داشتن. میگفتم مادر پالتوتو نچید من پوشم. میگفت که نه دخترم این پالتوی من خوشرو نخود تو برای آب کشی بری. میگفتم خیر من میخوام که یک بار حس کنم که من دختری رئیسم. یک بار نمیدادم پالتوی، میگفتن که نه. بعد همین یک سال پیش مادرم خواب دیدم که همون منظره، همون کودکی، همون نورسی. گفتن که دخترم پالتوی مرا بپوش که بیرون سرد است. من خیلی یک روبایی کردم همینه در یادم همین آمد که گفت که
دخترم پالتوی مرا بپوش که بیرون سرد است. یعنی مادر در همراه منم نباشد، همراه فرزندانم نباشد، در همون جمع یاد ما میکرده است. من همین احساس کردم که مادر در ته خاکم از فرزندش یاد میکرده است. بعد 40 سال من مادرم گفت که پالتویم میتیم. یعنی که مادر به تنفس، به تردید، به یگانچه همه وقت در خصوص فرزند فکر میکرده است. این روحش با ما بود از همیشه. تشکر. سلامت باشید معلمای عزیز. خب سینای ابوعلی در اشعار شما نقش مادر چگونه ارزیابی میگردد و الهام از کجا پیدا می شود تا یک شعر را روی اوراق سفید بیارید که برای بینندگان مقبول باشد و پسند بیاید؟ تشکر زیاد. مادر تو به قیاس و من خاک پای تو، مادر تو مهربان و جانم فدای تو، چون از دعای تو بود سرسبز هستیم، در هر دو دهر هستیم تنها برای تو. واقعا انگیزه الهام هر یک شاعر اول همان محیط کودکیش که مادر با بسیار مهربانی، جان فدایی و با بجا آوردن رسالت مادریش آن محیط را بسیار زیبا و مبارک می کند. و وقتی که کودک در دامان مادر به وایه می رسد، سخنهای پر از مهر مادر را می شنود، با اولین واژه ها آشنا می گردد و در دنبال مادر به جاده های زندگی قدم می نهد و محیط اطراف شناس می گردد. بیهوده مادر را اولین آموزگار، اولین رهبر انسانیت نگفتند. واقعا چخیلی که شاعره عزیز بیان نمودند، اولین شعر بشریت این همان الله مادر است. سخن مادر آنقدر صمیمی، آنقدر زیبا، آنقدر گوارا، آنقدر تأثیر بخش است که اگر یک سخن بسیار ناب، زیبا و تاثیرگذار گفته باشد، تمام عمر از خاطره انسان زدوده نمی شود و همان لحظه بسیار شیرین و بسیار سازگار و سازنده در خاطر کودکان نقش می بندد و با فرهمندی و با اقبال بلند در تمام محفل‌ها، نشست‌ها و چی در محفل‌های خانوادگی و چی در محفل‌های جمعیتی و دولتی از سخن‌های مادر خود یاد می‌کنند. بزرگان گفتند که مادر با یک دست گهواره را می‌جنباند و با دست دیگر سیاره را. امروز ما در زمان زندگی می‌کنیم و در زمان فعالیت می‌کنیم که نظام سیاره نهایت ناآرام، تحولات گوناگون، بازی‌های غرضناکند، اما ما را همان اندیشه‌های مادر، اندیشه‌های سبز، همان راه‌ها، جاده‌هایی که مادر برای ما نشان داده است به آینده نیک باور می‌کنانند. و امروز از 6 سوی جهان صدا می‌آید که ای انسان، ای آن که صاحب وطن هستی و ای آن کسی که تو را مادر در سرزمین اجدادی پروریده است و به تو شناس نموده است که همین محیط وطنت است، یعنی وطن عزیز و آباد و وطنی هست که تو را جاده های آرمانت را هموار نگاه می دارد. یعنی همین از 6 سوی جهان صدا آمدن که جای مهربارتر، فرح بخشتر از وطن نیست، همین از همان سخنهای مادر منشأ می گیرد. واقعا مادر بزرگ است. صفای زندگانی از تو مادر، سرور و شادمانی از تو مادر، دعای تو مرا باشد نگهبان، تمام کامرانی از تو مادر. تشکر زیاد. استاد، بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم اگر شما سوال و درخواست‌هایی دارید می‌توانید به رقم‌هایی که عین حال در روی اکران‌های شما نمودار است با ما در تماس باشید، ارسال نمایید و ما حتما به شما پیشنهاد می‌کنیم.
ва бинандаҳои иззатманд барномаи мо идома дорад ва чӣ тавре ки қайд карда будем меҳмонони барномаи мо ҳастанд моҳира мирзоева доктори илмҳои филологӣ шоираи аҳмадзод шоир ва синои аввалӣ шоир хуш омадед ба студияи марказии телевизиони тоҷикистон. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин қисмати барнома як таронаи бисёр ҳам ҷолиб ки бахшида шудааст ба модарон, яъне видеоклипро бо ҳам тамошо мекунем, баъдан барномаро идома медиҳем. моро ҳамроҳӣ кунед. در زندگی بر آن کی باور بود مادر بود همان کی با دل و جانم برابر بود مادر بود همان کی با دل و جانم برابر بود مادر بود با جمعی خاندانی بس عزیزی هم دیگر بودیم با جمعی خاندانی بس عزیزی هم دیگر بودیم پدر بود و برادر بود و خواهر بود مادر بود همان کی با دل و جانم برابر بود کسی داور نمیگردی دردم را زی نزدیکان کسی داور ای بر دردی دلی من آن که داور بود مادر بود همان که با دل و جانم برابر بود عذاب و رنجی مادر را نمیدانیم ما هرگز کی میداند عزیزا آن کی مادر بود مادر بود دعای دولتش بر خاندانم فیض میبخشد دعای دولتش بر خاندانم فیض میبخشد مرا در زندگانی دولتی سر بود مادر بود همان که با دل و جانم برابر بود مادر بود مادر
модар олиҳаи зиндагӣ, бахшандаи ҳаёти рангину зебо, қиматтарин неъмати рӯи дунё, сарчашмаи муҳаббати беканор, чашмаи мусаффо, махзани ганҷи фарзанд ва ҳиматбаландтарин шахси башарият аст. ин олиҳаи ноёб аз давраи навзодӣ то ба баркамол расидани фарзанд тамоми ҳастии худро ба он ҳадия мекунад. маҳз меҳри бепоён ва навозиши гарми модар моро ба оламу одам ошно сохтааст. мо канори гарми модар дар олами рангини кӯдакӣ ба воя мерасему аввалин дарси муҳаббатро аз алфози ширину гуворҳои модар мешунавем. раҳдур модарам, ранҷур модарам, дер омадам ба кулбаён, эй хоб ба сарам. вақте ки вожаи муқаддаси модарро ба забон меорем, қаблу аз ҳама пеши назар симои ҷаззобу нуронӣ шахси бароямон ҳамеша азизу арҷманд, гаронмоятарин мавҷуди рӯи замин ва сароғози ҳастии насли башар, сарчашмаи мусаффои меҳру муҳаббат, ягона шахс дар пастию баландиҳои рӯзгор барои инсон мунису ғамхор ва дар маҷмӯъ офарандаву идомадиҳандаи зиндагии инсон ҷилвагар мешавад. дар тамаддуну фарҳанги чанд ҳазор солаи мардуми тоҷик зан модар аҳамияти воло дорад. дар таърихи миллати мо ҳазорон намунаҳо аз қаҳрамониву шуҷоат ва фидокориву ҷонисориҳои занони тоҷик сабт шудааст. занони донишманду шоир, арбобони илму фарҳанг бо осору хидматҳои арзандаашон тамаддуну фарҳанги моро зебу зина доданд. ҳаргоҳ ки маро хумори модар гирад, як даста модар воқеан фариштаи зебои олам аст. чун мо аз модар сухан мекунем, офаринишро ҳам мадди назар дорем. бузургон мартабаи занро бисёр баланд нишон додаанд. аз ҷумла покии миллат, покии зиндагӣ, покии инсонӣ ба зан рабт дорад. назди зани боифат, донишманду бонангу номус, фарзанди бонангу ватанпарвар тарбият меёбад. бинандагони азиз, барномаи ҷашнӣ ба ифтихори таҷлили рӯзи модар аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон мустақиман идома дорад. бале, ва бинандаҳои арҷманд, меҳмонони навбатии мо ҳастанд. хуб, маҳбуба азимова, муовини директори муассисаи давлатии маркази таълимии чароғи ҳидояти назди кумитаи кору бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, давлатшоҳ маҳмудов, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва ҳамзамон Марзбон Али Қурбонзода, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Хуш омадед ба студияи марказии телевизиони Тоҷикистон. рӯзи модар ба ҳар яки шумо фархонда буд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози фоизи намояндагии занону бонувон дар мақомоти шохаҳои ҳокимият дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. имрӯз мо мебинем ки занону бонувони тоҷик дар се шохаи ҳокимият, мақомоти олии қонунбарор, ҳокимияти судӣ ва ҳокимияти иҷроия кору фаъолияти озодона доранд. дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро нисбат ба занону ҷавондухтарон чӣ гуна арзёбӣ менамоед? ташаккури зиёд. аз рӯзе ки ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолиятро ба даст овардааст,
در مرکز محوری حکومت جمهوری تاجیکستان مقام منزلت زن در جای خاصه دارد، یعنی جایگاه خاصه دارد. از این لحاظ اولین مراتبه وقتی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتیم، یعنی استقلالیت ما به عرصه سیاست قدم گذاشت، پیش از همه زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه پیشروی معظم ملت در این سمت کلان بود، زیرا که اولین مراتبه هنوز سال 1996 طبق کوتای پرزیدنتی از مناطق کوهستان آوردن دختران بالیاقت در دانشکده‌های و مکاتب‌های عالی بود و بعداً فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 5 دکبر سال 1999 به تصویب رسید که تحت رقم 5 که این البته یک جنبش بود. وقتی که این فرمان به تصویب رسید الکی در تمام مقامات، چی در مقامات اجرایی چی در تمام ساختارها وابسته از شکل مالکیتشون یکی از معاون‌ها از حساب زنان بودند، یعنی کادرهای راهبری کننده از حساب زنها تعیین کرده می‌شدند و ببینید این فرمان در اساس این فرمان بسیار سندهای معیاری حقوقی و تصویب رسیدند و در همین دوران استقلالیت زیاده از 60 سندهای معیاری حقوقی به تصویب رسیدند که تنها درباره بلند برداشتن موقع زن در جامعه، فعال گرداندن زنان در جامعه و همزمان برای زندگی شایسته، فراهم آوردن زندگی شایسته برای زنان و بانوان است، چی در جای کار، چی در زندگی، چی در خانه و چی در جامعه باشد. یعنی این روز منزلت مقام زن در جامعه خیلی نظررس است و ببینید وقتی که درباره سندهای معیاری و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سخن میگیم، البته پس از این فرمان سال 2001 برنامه دولتی سمت‌های سیاست دولت عاید به حقوق امکانیت‌های برابری مردان و زنان در جمهوری تاجیکستان تا سال 2010 به تصویب رسید و البته در تطبیق این برنامه بسیار کارهای زیاد به سامان رسانده شدند. یعنی سمت‌های زنان و سیاست بودند در این برنامه، سمت زنان و معارف، سمت زنان و تندرستی، سمت زنان و اقتصاد. بعدا نگاه کردیم که در این برنامه یک از سمت‌هایی که بیشتری زنان فراگیر بودن، یعنی زنهایی که قسمی زیادشان در دهه‌ها زندگی میکردن و با زمین با کشاورزی سر و کار داشتن، بعدا سال 2004 در این برنامه علاوه‌اً دسترسی زنان دهات به زمین شد و امروز با افتخار گفته میتونیم که زیاده از 200,000 زنان راهبران خواجگی دهقانی میباشند که در دیروزه پیام در دیروزه و آخری ملاقاتی که جناب عالی با زنان و بانوان کشور داشتن باز آواز بلند کردند که البته امروز زنان ما با سربلندی در همچون راهبران خواجگی مثلا فعالیت کرده ایستادند. بعدا قانون جمهوری تاجیکستان، یعنی قانون دولتی کفالت‌های برابر حقوق مردان و امکانیت‌های برابری عملی گردیدن آنها در جمهوری تاجیکستان و تصویب رسید که این تمام سمت‌ها را به نظر می‌گرفت و ببینید وقتی که تمام سمت‌ها رو یعنی حقوق‌های زن‌ها رو در نظر می‌گرفت که زن‌ها حقوق برابر با مردان داشتند، یعنی سیاست گندری در همین قانون جای کرده شدگی بود و امروز حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست گندری رو پیش گرفته است و زنان و مردان امروز در جمهوری تاجیکستان برابر حقوق میباشند که این در کنستیتوسی ما درج گردیده است و بعداً استراتژی فعالگردانی نقش زنان و تصویب رسید که این همین ادامه همون سند معیاری، یعنی همون برنامه دولتی سمت‌های سیاست دولت عاید به حقوق امکانیت‌های برابری مردان و زنان در جمهوری تاجیکستان بودند و امروز به تمام سمت‌ها اگر نظر نافکنیم، چی در سمت خیلی که گفته در سمت قانونگذاری و در سمت حکومت‌های اجرایی، یعنی حکومت‌های محلی، حکومت سودی و امروز با افتخار گفته میتونیم که زنان و بانوان ما امروز در قسم‌های نظامی برابری مردان پهلو به پهلو ایستاده در حفظ مرز و بوم جمهوری تاجیکستان سهمگذار هستند و اینقدر برنامه سندهای معیاری اگر به ساخت عائله داری، زیرا که عائله رو به زن مادر تصور کرده نمی شود و خودش ابتدای همین زندگی زن مادر می باشد و در همین سمت یک قانونی به تصویب رسیده است، یعنی قانونی پیشگیری زورآوری در عائله می باشد که این هم برای حمایت حقوق و منفعت های زنان است و باز در این سمت باشد که کانسپت رشد عائله در جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و در همین سال گذشته یکی از برنامه رشد عائله در جمهوری تاجیکستان نیست و تصویب رسید و
نقشه ها تحریزی گردیدند و اگر در تمام سمت چی در سمت معارف چی در سمت تندرستی نظر نافکنیم امروز بیشتری زنان فعالناکی بیشتری زنان دیده می شود و ببینید در هر برآمدشون و بخصوص در پیام امسال مثلا پیشوای معظم ملت گفتن که 71% زنان امروز در ساحه معارف مثلا فعالیت کرده ایستادند یا اینکه زیاده از 61% در ساحه تندرستی 47% در ساحه فرهنگ و قریب 35% در ساحه صاحبکاری و یا زنها فعالیت بیش در بیش دارند. ولی یک چیز رو نباید ما فراموش کنیم که در اینجا برنامه تربیه انتخاب و جابجاگذاری کادرهای جمهوری تاجیکستان که علاقه این در 2 مرحله به تصویب رسیدگی است این به کدام خاطر که باز هم بیشتر و بیشتر فعال گرداندن نقش زنان در مقامات های اجرایی است یعنی همچون زن خدمتچی دولتی مثلا امروز تعداد زنان قریب از 25% زیاد است در و همچون خدمتچیان دولتی البته این نگاه میکند این برنامه و تربیه میکند همون دختران لیاقتمند که مثلا لیاقت دارن اراده دارن جسارت دارن از سخنور هستند فرهنگ سالار هستند البته این سندها همون سندهای هستند که امروز زنان و مادران تکیه میکنند. تشکر زیاد معلم عزیز. واقعا همین رقم هایی که شما حاضر قید کردید و ربط داشتند با پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان با مجلس عالی کشور این موفقیتی کی است؟ موفقیت هر یک زنی که امروز در ساختارهای دولتی و قدرتی به حیث راهبر متخصص سیاستمدار کار و فعالیت میکند. اظهار سپاس و تشکر برای اندیشه سازگار. بینندگان گرامی بار دیگر یادآور میشویم که اگر شما سوال و درخواست‌های دارید میتوانید توسط رقم‌هایی که این حال در روی اکران‌های شما نمودار از ما در تماس باشید و ما حتما با شما پاسخ خواهیم داد و اندیشه هایی که شما ابراز می‌دارید با مادر خواهر یا اینکه فرزند خود. خب برنامه رو ادامه میدیم. در تاریخ تاجیکان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان تاکید میکنند که احترام زن مادر در مد اول میایستد و پیشوای ملت نیز توجه به این تشریح جامعه را خیلی مهم ارزیابی میکنند. خب نقش زنان و بانوان را در مسیر تاریخ دولتداری تاجیکان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر زیاد. اولا من کلی زنان مملکت مادران عزیز و کلی مادران روی زمین را به این نسبت تبریک میکنم و آرزوی اونا میکنیم که همیشه مادری تاجیک خندان باشد زیرا که تبسم مادر برکت روزگار است. بله. ملت ما در طول تاریخ یکی از آن ملت های به شمار می رفته است که همیشه نسبت زن مادر ارج میگذاشت احترام میگذاشت. ما در اساس یک قطار سنت های تاریخی در اساس یک قطار ماخذ های تاریخی گفته میتوانیم که واقعا هنوز در سرگه تاریخ نیاگان ما به زن چون یک آفریده کردگار و یک منبع مهر و یک مبدع پاکی و یک مبدع پر از محبت و غمخواری مناسبت میکرد. حالا ببینید در یکی از سرچشمه‌های خیلی قدیمه ما اوستا گفته می شود که زن برابر با مرد است و در بیشتری قسمت‌های این سرچشمه تاریخی مقام زن و مرد برابر ارزیابی شده است و اصطلاح زن با زمین که زاینده و برکت آور است و هم ردیف و هم معنی دانسته می شود. و ببینید در نیاگان خیلی قدیمه ما همین بود که زمین رو مادر می گفتند یا به اصطلاح خودی زبان پهلوی گیم نان. حالا شما اگر توجه کرده باشد در بعضی از منطقه‌های کوهستانی ما مادر یا مادر کلان رو نان میگویند و آسمان با نام پدر یا داد یا دید یاد میشد. در همین جهانبینی ما با فرهنگ هندوها هم انتقال یافت. در اثر خیلی قدیمه هندوها دید این مبانای بزرگ کلانسال است. دید این شکلی درستش در اوستا داد به معنای عدالت گستر، همون طوری که ما مثلا مقامات صدر را دادگاه میگیم یا مقامات پروکراتور را دادستان میگیم. حالا ببینید در محیط عائله هم در بعضی از مناطق‌های کوهستانی ما پدر را دادا میگن. همون اصطلاح دادا هم از همون داد گرفته شده است.
یعنی آسمان پدر زمین مادر دو والد بزرگ. یعنی باران میبارد حاصل فراوان میشود و مادر را بسان زمین عزیز و محترم میدانستند. حالا در مسئله وطن و وطن دوستی ما یک شعار داریم وطن مادر. این خیلی از فرهنگ دوری ما سرچشمه میگیرد. طبق تحقیقات یک قطار باستانشناسان از حدود سرزم باستانی، فرخار، بلالیکتپه، تلی مرنجان و دیگر یادگیری تاریخی خیلی قبرهایی را پیدا کردند که در داخل این قبرها آریایی‌ها جسدهای هم نسلان هم جنسان خود را همون طور میگذاشتند که انسان در بطن مادر است. همین خودش یکی از دلایل این است که زمین را به سان مادر و مادر را به سان وطن زمین مردمان ما از قدیم ایام احترام میکردند و دوست می‌داشتند. و ببینید یک حالا ما هر سالی که عید مادران تجلیل میشود ما درباره تاریخ 8 مارد میجوییم، میکوبیم، میخوانیم، تحقیق میکنیم و همگی میدونیم که ریشه میگیرد یا سرچشمه میگیرد همین عید 8 مارد از یک حادثه‌ای که در امریکا سال 1857 به وجود آمده است. بعدا این به اروپا انتقال یافت به مد و با ابتکار رهبری دولت شما میدونید که سال 2009 عید مادر اعلان گردید، عید زنان. اکنون ببینید یک چیز عجیب است. حالا وقتی که به تاریخ عید زنان میریم این ارتباط میگیرد به عصر 19 و امریکا. اما طبق اخبار ابراهیم برونی در کتابش آثار الباقیه آریایی‌ها هنوز 5000 سال مقدم در ماه اسفند در روز اسفند روز جشن داشتند که ویژه زنان بود، اختصاص به زنان داده میشد در روز پنجم همین ماه و این روز را یا که این عید را برونی با نام مژدگیران یا مزدگیران هم میگوید که در این روز زنان از همه کارهای زندگی عاری بودند و به دوش مردان بود و از مردان خاندان خود تحفه ها میگرفتند. خوب حالا که همین خودش درک از اون میدهد که ما هنوز در سرگه تاریخ نسبت به مادر نسبت به زن احترام مخصوص داشتیم. تشکر زیاد. اینجا یک چند SMS پیامک از بینندگان گرامی این لحظه پیشنهادتون میکنیم بعداً صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. یک نفر از ناحیه فیض‌آباد از دهه چیلچشمه میخواهد گلبیبی عبدالله و را تهنیت گوید از نام فرزندانش گلنگار، گلصفت، نظام الدین و صلاح الدین قیام‌الدین. واقعا امروز هر یک نفر برای مادر خود عزیز است و امروز چون روز مادران است هر یک فرزند با مادرش توسط SMS پیامک توسط برنامه ما اظهار منتداری میکند که تشکر مادر جان که مرا به دنیا آوردی و روزت مبارک باشد. روز شما مبارک باشد و خواهان آن هستیم که همیشه مادر عزیز سایبان سر شما باشد و چراغ خاندان همیشه با بودنشان فروزان بگردد. خب به همین مضمون بیننده های ارجمند عزیزه از ناحیه سینا میگوید میخواهم خوشتامانم رو میسره و خواهرم رو تبریک کنم و همچنین شکرالله از شهر دوشنبه میگوید میخواهم مادرم رو به این روز تبریک کنم. به همین مضمون عبادزاده منوچهر ایدیبکی ایدی قربانوف بابا جان شریفزاده منوچهر از ناحیه سینای شهر دوشنبه همچنین شریفزاده مهرانه از رشت میخواد مادرش رو به مناسبت روز مادران تهنیت بگویند. خب بیننده های عزیز و ارجمند اینجا امکان به دست آمد و کارگردان برنامه به ما اشاره میکند که یک سرود پیشنهاد نماییم به شما و این لحظه احرار سلیمزاد هنرمند بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه آماده است که یک سرود بسیار جالب و مهم را برای ما پیشنهاد کند و بعدا صحبتمان را ادامه میدیم. مرحمت. ای مادری غم دیده من گلی آرزوی خود ناچیده من ای مادری غم دیده من گلی آرزوی خود ناچیده من
بس غمهای دنیا را چشیدی عذابهای ز بحری ما کشیدی بس غمهای دنیا را چشیدی عذابهای ز بحری ما کشیدی ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر لبت پرخنده باشد روحی رویت مهی تابنده باشد ایا مادر لبت پرخنده باشد روحی رویت مهی تابنده باشد برای ما زحمت ها کشیدی باید سر هم ارزنده باشد برای ما زحمت ها کشیدی و باید سر هم ارزنده باشد ایا مادر ایا مادر ایا حیات است و ما نوش داروی راهی نجات است دعای مادران آبی حیات است و ما نوش داروی راهی نجات است خدا را شکر گوییم هر شب روز که داریم مادری غمخوار و خدا را شکر گوییم هر شب و روز که داریم مادری غمخوار و دلسوز خدا را شکر گوییم هر شب و روز که داریم مادری غمخوار و دلسوز ایا مادر 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 تشکر زیاد واقعا همه مادران عزیز هستند و بیننده های ارجمند ما در همین جا با دست دادن امکانیت با همه تهنیت هایی که شما با عنوان برنامه ما فرستید کوشش میکنیم که با سهم تمام حاضرین برسانیم اما اگر امکانیت دست نداد و ما تهنیت های شما را با شخصان مسئول نرساندیم رو افتاده نشوید حتما میتوانید از نزدیک رفته مادران خود را تهنیت بگویید چون ما باوری کامل داریم که چون امروز روز استراحتی است تمام فرزندان از شهر دوشنبه علاقه به دیداربینی مادرشان رفتن البته در روز مادر و اینجا یک چند اسمس پیامک که دیگر است بینندگان گرامی من میخوام با سهم شما برسانم خب از ناحیه تیمورملک جماعت دهات کنگورد ما از نام
فرزندان صبحان سفر روشن میخواهند که مادرشانро تبریک کنند و به این روز فرخنده تهنیتشان میگویند. به همین مضمون از اویلای رزاقوف‌ها از شهر دوشنبه، خب باز نادره سفرعلیова از شهر دوشنبه، ملوحت عبداللهیeva از شهر دوشنبه، شهربانو از شهر پنجکند، آسیا خواننده صنف 9 از ناحیه فیض‌آباد، خب ستاره‌بانو شایوا از پنجکند و به همین مضمون مستیبک غفورов از ناحیه ورزاب، خب زرینه مولانова از شهر راغون میخواهد که مادرانشان را به مناسبت روز مادر تهنیت بگویند و ما نیز از همین منبر به شما مادران عزیز میگوییم که روزتان مبارک باشد و خواهان آن هستیم که همیشه خرسندی و خوشبختی در خانواده‌تان پایدار بماند. همزمان اینجا توسط اسمس پیامک‌ها ساکن شهر دوشنبه پروانه حبیب و ساکن شهر پنجکند مطلوبه، ساکن ناحیه درواز شیرینوف یوسف شاه، ساکن شهر دوشنبه نوریه غفور و ساکن شهر دوشنبه بشارت عبدالله و ساکن ناحیه فرخار صابیر مشغولوف، 7 برادران از عائله حبیبوف‌ها، سنگین مراد از شهر ترسونزاده، ساکن شهر دوشنبه اسماعیلوف کامینجان مادران خود را و در سیمای آنها تمام زنان و بانوان کشور را با روز مادر تبریک و تهنیت می نمایند. و بیننده های ارجمند اینجا خواهش کردند از عنوان برنامه مستقیمی که امروزه به بخشیده شده است به روز مادر، یک نفر خواهش کرده است که همین شعر استاد بازار صابی رو یک بار دیگر بخوانیم و البته بیننده های عزیز ما این شعر رو پیشنهاد شما میکنیم و میگذاریم به یک ویدیو کلیپ و میگوییم که من صدقه پیچه سفید داچه، قربان صدای اندله به داچه، آلوچه لطه‌دار به داچه ما، یک قشلاقی خاکسار بود آچه ما. به خاطر خاکساری تمام مادران تاجیکستان یک سرود را تحت عنوان مادر پیشنهادتان میکنیم. خورشیدی سحر دارم، زیرا که تو را دارم، زر تاجی قمر دارم، زیرا که تو را دارم. خورشیدی سحر دارم، زیرا که تو را تاجی قمر دارم، زیرا که تو را دارم. از شمس به قدر افزون، از بدرهی بدر افزون، من چیزی دیگر دارم، زیرا که بشر دارم، زیرا که تو را دارم. مهمانی و مهمانم، مهمانی و مهمانم، من که گذر دارم، زیرا که تو را
مادر خورشید نور پاش محبت، گلکار زمین آرزوهای فرزند، زمین و آسمان و هرچی در پهنای این دنیای بیکرانه ارزی هستی دارد به سلام و درودی تو مایل است و ثناخوان مهری بی پایانی توست. مادر، با تو شروع کار در کارگاه محبت رنگ و معنی دیگر دارد. خانه قلبم جایگاه مهری توست. مادر، خوش به حال فرزندی که تو را با یک جهان بلکه با 100 جهان تمنا این چنین ستایش کرده است. تمام دار و درختان روی زمین اگر به دست نویسندگان قلم گردد، اگر که رنگ شود آبی چشمه و دریا و برگی دار و درختان شود اگر دفتر، اگر نوشته شود در ستایش مادر، شود تمام و سخن ناتمام ماند باز. اگر به این جایگاه و منزلت رسیدم همه به یمن یک کف دعای توست. مادر، تجربه هایی که از مکتب حیاتت آموختم راهنمای روزگارم هست. به مادرم می نگرم، در 4 فصل نگاهش بهار شکوفا را می بینم. این نگاه ها از مهرش، از جهان بیکرانه آرزوهایش به فرزندان محبت را، مهر و وفاداری را می آموزد. بیدارخوابی و رهسپاریش هرگز او را خسته نکرده است. به خاطر فرزندان قامتش دوتا و چهرهش پرچین گشته است، اما هرگز حرف شکوه بلد ندارد. زمین و آسمان از مادران است، حیات جاویدان از مادران است. جهان بی مادران روزی ندارد، همه روزی جهان از مادران است. مادر غمگسار است، مادر آلیه ناتکرار روزگار است. مادر مقدسترین آفریده کردگار است. مادر شمع است که خود را برای فرزندان که به دورش پروانه هستند سوخته و شام تیره اشان را روشن می سازد. مادر چشمه مصفایی هست که برای فرزندانش آب حیات می بخشد. او چراغ است که راه ما را روشن ساخته به سوی آینده درخشان رهسپار می سازد. مادر فرشته تر ز تمام فرشته هاست. نامش نشاد بخشی کلام فرشته هاست. با نور آسمانی و با جسم خاکسار بالاتر از شکوه و مقام فرشته هاست. بچه جانم ستاره شبیستانم ستون این خاندانم علایه علایه علا بچم علایه علا بچم علایه. بینندگان گرامی، برنامه مستقیم ما بخشیده به روز مادر ادامه دارد و در این قسمت برنامه ما هم صحبت می‌شویم با دلافروز قربانزاده، سرمحرر مجله معرفت آموزگار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مهمان دیگر ما احتیاج به معرفی ندارد چون در ادامه برنامه ما معرفی کرده بودیم. خب مرحمت زلفیه بانو. زن مادر رسالتی پرزحمتی پرورش نسل ها را به دوش دارد. با درک این نقطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و منزلت اجتماعی زنان را در دوران سالهای صاحب استقلالی تحکیم بخشیدند. اوید به نقش پیشوای معظم ملت در این سمت اندیشه های خود را بیان دارید. تشکر. پیش از همه شما رو با عید مادرم مبارک میگویم. با روز مادر همین صبح وقتی به مادرم زنگ زده با عید مادر، با روز مادر تبریکشان میکردم.
گفتم که از راه دور هستیم، تبریک میکنم، تبریکات صمیمی مرا قبول کنین، توفهش رو بعداً میاریم. مادرم گفتن که در همین جا سخنی پیشوای معظم ملت رو یادآور شدن. گفت که دخترم میدونی در این مورد پرزیدنت کشور ما چی گفته است؟ بهترین تحفه برای یک مادر صحتی فرزند اوست، خاطر آسوده فرزند اوست. دیگر با همین صحبتمون دوام یافت، ادامه یافت و مهر و محبت مادر به فرزند اهدا گردید. در این زمینه گفتنی هستم که پیشوای معظم ملت ما از روزهای اولی فعالیت سیاسی خیش به مقام زن در جامعه بلند برداشتن منزلت بانوان و زنان تاجیک توجه خاصه ظاهر نموده در این سمت تدبیرهای مشخص زیادی را اندیشیدند. از جمله فرمانی که درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه امضا شده بود خیلی در بلند برداشتن نقش زنان و بانوان در جامعه مدنی کشور ما نقش ارزنده گذاشته است. و در ادامه وقتی مرور کردن ما در این صحبت ها مشاهده کردیم، گفته شد که سال 2009 برای مادران بانوان روز مخصوص تعیین گردید، یعنی 8 مارس در جمهوری تاجیکستان ما روز مادر اعلام گردید که این از چی درک می‌دهد؟ باز هم از توجه خاصه حکومت جمهوری و اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به زن، مادر، بانوان و نقش آنها در رشد و پیشرفت جامعه تاجیکستان. در سمت معارف اساسگزار صلح و وحدت ملی به ساحه معارف چون توجه خاصه دارند و در سیاست خویش معارف را یکی از ساحه‌های کلیدی و افضلیتناک اعلان نمودند. در این سمت نیز پیشروی‌های زیادی در سهم بانوان در رشد و پیشرفت ساحه به نظر رسید. شما الکی در صحبت دیروزه پیشوای معظم ملت ما مشاهده کردیم که چگونه اعلان داشتن رقم‌ها رو که این رقم‌ها بیانگر چی هستند. باز هم سرچشمه میگیرند از توجه همیشگی پیشوای معظم ملت نسبت به بانوان و زنان تاجیکستان که در جامعه جایگاه خاصه و موقع معین خود را داشته باشند. البته همه این دستگیری های پیوسته، غمخواری های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت ما زنان و بانوان را بسیار روح میبخشد، فرح میبخشد و ما را برای باز هم صادقانه مهنت کردن در رشد کشور عزیزمان، سبز و آباد گرداندن کشور عزیزمان ما را باز هم نیرو میبخشد، یعنی راهنمایی میکند. ما از هر یک گفتار و راهنمایی های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت هر یک گفتار پیشوای معظم ملت را سرچشمه عمل و فعالیت خود قرار میدهیم. این گفته های من اساس دارم توجه پیشوای معظم ملت رو خودی بنده در سالهای پیش، سالهای تقریبا 2000 به واسطه من تجربه کردم. در یکی از چاره‌بینی های سطحی دولتی محترم پیشوای معظم ملت اشتراک داشتند. وقتی چاره‌بینی به انجام رسید، پرزیدنت محبوب کشور چون رعیت پرور هستند و به مردم حرمت احترام خاصه دارند باید بیرون می رفتن، ولی برآمده روی صحنه آمدن ما دانشجویان در روی صحنه صف کشیده ایستاده بودیم. آمده با هر یکی ما سلام کردند، حال احوال پرسیدند، از جمله از خود من هم حال پرسیدند و تاکید کردند که دخترم خوانید، کشور آسوده شد، وطن تین شده است، ما شما رو به عنوان دختران رو دستگیری میکنیم، شما خوانید. خب لحظه های بعد از جنگ شهروندی بود، کمی مشکلی ها بود در کشور، مشکلی های اقتصادی، ولی با وجود این ما تلاش کردیم که گفته پیشوای معظم ملت رو، پرزیدنت محبوبمان رو سرمشق کار خود نموده با تحصیل و معلومات گرفتن، کسب و هنر آموختن ادامه بخشیم. تشکر زیاد برای ابراز
андешаҳои созгор воқеан ҳам имрӯз таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа хеле назаррас аст ва дастгириҳо бевосита рушд мекунад. Дастгириҳо бевосита нисбати ин қишри ҷомеа аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона таҳия мегарданд. Хуб, ман мехостам инҷо шумо нақши зан ва модарро дар ашъори худ каме андеша баён кунед ки нақши модар дар ашъори шумо чӣ гуна арзёбӣ мегардад. сараввал модари худ ва дар симои модари худ кулли модарони тоҷик ва бонаҳои ҷаҳонро ва ин рӯзи муборак таҳният мегӯям. дар ашъори ягон шоири мо нест ки васфи модар нашуда бошад ва ман низ чанд шеъри шогирдонае дорам ва инҷо яке аз онҳоро эҳдом мекунам барои кулли бонувони дунё. модарам гарм назартар зи нигоҳи шед аст, ҳар нигоҳаш сабаби нози гули умед аст. طفل من گفت فقط یاد خودش از سر برد، تار مویش که سیه بود کنون اسپید است. از برش گر بروم دور به غم میپیچم، لحظه ای در بر من بودن مادر عید است. شبه بسیار بود رفتن ما بر جنت، زیر پاهاش بهشت است که بی تردید است. پیشش مهر رساندن به دل فرزندان، که به ماننده او شغل نکو ورزیده است. تشکر زیاد. واقعا هم امروز زن مادر رو ستایش کردن برای هر یک نفر خیلی مشکل است. مثلا من نمیتوانم که خصلت های نکوی مادر خود را بیشتر توسط شعر انعکاس کنم. من نمیتوانم که روی اوراق سفید خصلت های نکوی مادر خود را به بیننده فهمانده توانم. همین است مقام و منزلت زن مادر که بسیار توجه پیشوای ملت در این مسیر زیاد است. بار دیگر بسیار سپاس. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان، خاصتا به برنامه مستقیمی که ما که بخشیده شده است به روز مادران. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه مستقیم ما بود بخشیده به روز مادر از استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان. اگر لحظه توانستیم با سوگوار معنی‌های خود اندیشه‌های شما را به مادرانتان رسانیده باشیم، پس ما خوشبخت هستیم. در استودیوی دیگر تلویزیون تاجیکستان همکاران ما آماده هستند که برنامه اطلاعات اخبار را مستقیما منظور شما گردانند. مرحمت همکاران عزیز.